خدا حافظ سینگلی. سلام متأهلی. خب آقا داماد حرفی نداری شما؟ من آخه دفعه اولم از نمیدانم چی به چی است. من دفعه 4 از خیالت راحت هانیم. بریم تو الله. همگی خداحافظ. باید چه تزیینی کرده. بریم اینیم اتاق خوابت سی کرده از آب زیمان. آها دستش درد نکند بریم. این چیه؟ او نه اینجا چی میکنی؟ من نرفتی شهرستان؟ وایسادم از آب بندی در بیاد بعد برم. کار به کارشی من ندارم. خوش باشید زندانم. 1 کیلومترم حساب کنی 200,000 تا کار کردم. آب بندی چیه طلت خانه؟ عروسم جان داری برای بچه شدن یا نه؟ من دلم 11-12 تا بچه‌مو خدا. قرصم من چشم مزارید بخوابین. صفدر بهت اخطار میکنم اگر یک بار دیگه با کتلت عروسی کردم. خاک بر سر من. خوابیدی؟ با هم میریم ماه عسل از همه دنیا بی خبر. با هم میریم ماه عسل بیدار میمانیم تا سحر. شوهر من خوشگل زد لا لا لای لای لا لا لای لا لا لای لای لا لا لای لا لا لای لای لا لا لای لا لای لای لا لا لای. همه خوش باشن. اینقدر تو زندگی عروس دامادات دخالت نکنید. بزرگترایی دخالت کنن که بزرگتری بلدن.